سلام دوستان عزیز، من کیارم گیم هستم و به اولین ویدیو من خوش اومدید. آقا اول کار بهتون بگم، ببین من اومدم که برم. خداحافظ. جدا از شوخی بچه ها، کانال من فقط کانفینگ و چیت مطمئن هست، چون میدونم دیوایستون بسیار ضعیفه یا پول سی پی ندارید، بخاطر همین چیت مطمئن یا کانفیگ میذارم. حالا دیگه اونش به خودتون ربط داره، 50-50. ولی یه چیزی دیگه هم که یادم رفت بچه‌ها، کانال من وقتی 10 نفر عضو گرفت استارت میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا همجوری پخمه نمیام ویدیو بذارم دیگه، نمیام همجوری وقتی 0 نفر 0 ساب داشته باشیم ویدیو بذارم. هر موقع به 10 ساب رسیدیم ویدیوهای کانفینگ یا چیتو میذارم. حالا اون مرامی لایک رو بکوب دیگه داشت، سابسکرایب هم بزن که تا یه استارت رو زودتر بزنیم. آره داشت مرامی بزن. بعد دیگه داشت یادم میرفت اینه که ما غیر از فایل کانفینگ یا چیت مطمئنو احتمالاً ارزم به حضور داشت اتنچمنت هم بذاریم. این به خودتون ربط داره، چون من بیشتر توی کانال تلگرام نظر سنجی میذارم ببینم میخواد یا نه. آره دیگه داغشم بیارم فقط بتره کنه تو کامیونیتی کالاف داشت. بعد یه دیگه که هست بچه، من نصف امیدامو از ارفان روکو گرفتم. یعنی چی؟ یوتیوبری هست که کانفینگ میذاره، اون واقعا به من امید داد تا چنل یوتیوب هم اون بزنم. میگید خدای ارفان که داشت چی میگی؟ زی حرفاش بچه سالی چی میگی؟ آقا ارفان روکو یعنی لینک های ویدیوشو داخل دیسکریپشن میذارم، حتما اونا رو ببینید. اونم از من ویدیوهای کانفینگ که بعضی موقع اون 0% بیشتر چیت های مطمئن رو میذاره، ولی خیلی با کیفیت تر، با اطمینان. یعنی اصلا احتمال بند زیر 0، اصلا منفی هیچی، اصلا بند نداره. اینطوری بهتون بگم. من میخواستم فقط بدونید که ارفان کیو اینطور چیزا کی من اصلا به چنل یوتیوب امیدوار کرد و از این حرف دیگه. حرفی باقی نمیمونه دوستان. لطفا ممنون میشم که چنل منو ساب کنید، لایک هم مرامی بزنید، از ما یه حمایتی بشه. خب دمتون گرم تا اینجا ویدیو با هم بودید، عشق منید. تا ویدیوهای بعد